و عجیبش این است که چند سال پیش بود، نمیدونم حدودی 6 سال بود، بار اول به یکی از شهرهای خیلی خیلی از دین دوری ترکیه در ماه رمضان سفر داشتیم. آن هم به خاطر حجت ها که میدونید مهاجرین همیشه در مصیبت حجت ها هستند و بیگاهی روز در تمام کوچه شهر سفره افطار آماده کرده بودند. سفره یعنی دسترخوان افطاری که آخر نداشت و ما رو هم دعوت کردن که هر کسی در هر کجا هست همه بیاید به این سفره و این از آن رئیس شهر است. یعنی رئیس شهر در تمام خیابان شهر برای مردم افطار آماده کرده است، از حساب دولت نه، از حساب خودش، برای گرفتن ثواب و خودش هم دارد با شما افطار میکند و مردم مثل مایان مهاجرین مسافرین و همه داشتن با هم دعا میکردن و افطار میکردن. و همین چند روز پیش همین مسئله رو به یکی از دوستان گفتم که چرا در ما همین چیزها نیست؟ چرا در ما مثلا ثروتمندهایی که پول خود را برای آوردن یک سراینده به جشن نوروز فخر دارند، یعنی من شخصا به گوشم شنیدم که فلان ثروتمند برای جشن نوروز با فلان قدر پول زیاد یک رقاصه رو با همراهی یک چند سراینده ها تا کدام شهر و تا کدام دهات دور خودش سرمایه گذاری کرده است. چرا سرمایه گذاری ها رو فقط به خاطر فساد مردم و برای نابود کردن اخلاق مردم بکنیم؟ چرا یک سفره به خاطر الله در کوچه ها باز نمی کنند که این دسترخوان خیر رمضانی هست، همه در اینجا می توانند افطار کنند؟ حتی نفرانی که روزه نگرفتن در آنجا داشتن از خود خجالت میکشیدند. سالی که من در سفره رمضانی کوچه ها بودم از خود خجالت میکشیدن که ما روزدار نیستیم و از اینجا خوراک میخوریم، ولی به هر حال در دعا بودند و شاید یک تغییرات در عقیده آنها میشد. این همه رئیسان شهر ما، این همه برادران تاجیک ثروتمند، این همه اهل گویا که خیره که به سفره نوروزی خیر میکنن یا مردم پول جمع میکنه، چرا برای دسترخوان، برای محتاجان، برای میدانیم که چی دانشجویان باشند، چی مکتب بچه ها باشد، چی بیمارستان باشد، چی حتی اسکران تاجیکستان باشد، آنها سفره خوبی رمضانی یا افطار رمضانی خوب ندارند، برای آنها چرا نمیکنند؟ ببینید، تصور کنید که در خیابان دوشنبه یا دیگر شهرهای تاجیکستان به جای این همه رقص و بازی و این همه اسرافکاری یک روزه، اگر بیگاهی روزی دسترخوان افطار شود و مردم همگی دعا کنند در حق نفری که برایشان این سفره رمضانی رو آماده کرد و ببینید که چقدر به جای این همه دعای بد و این همه گناه هایی که نامه اعمال همان نفری این گونه کنسرت و این گونه اسراف ها رو همش رو در بالا سرداری میکند، این همه ثواب نوشته می شود.